دوستان سلام، به کانال میوویتس خیلی خوش اومدید. من اینجا هستم تا با عنوان کسی که با سلف استادی نمره 8 آیلتس گرفته براتون توضیح بدم که روند درس خوندنم به چه صورت بوده و چجوری تونستم این نمره رو بگیرم که مطمئنم شما هم میتونید به راحتی این نمره رو بگیرید. اولین کتابی که من مطالعه کردم کتاب نیو اینسایت اینتو آیلتس بود. این کتاب فوق العاده خوبیه، مخصوصا برای کسایی که نمیخوان استاد بگیرن و خودشون میخوان که شروع کنن به امتحان آیلتس خوندن. کاملا میاد سکشن آیلتس رو توضیح میده و با مثال و حل تمرین شما میفهمید که به چه صورت هست امتحان آیلتس و سکشن ها به چه صورت، ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ و لیسنینگ. حتما توصیه میکنم کتاب بخونید. کتاب خیلی راحتی هستش و زمان بندی کنید. مثلا میتونید تو یک هفته تا 10 روز این کتاب رو تمرین کنید. اگر که خوب بفهمید این کتاب رو تقریبا نصف کارتون انجام شده. پس این کتاب رو حتما تهیه کنید. توصیه شده برای کسایی که دوست دارن خودشون بدون نیاز به معلم امتحان آیلتس رو بخونن. بعد از اینکه این کتاب رو خوندید، کتاب‌های کمبریج هستش که حالا کتاب‌های وکب کمبریج داریم و کتاب گرامر کمبریج. این کتاب الیمنتریش هستش و کتاب وکابولری فور آیلتس هستش که حالا با جواب هست. اگر که ببینید وقت ندارید و زمانتون کم هست، خیلی راحت میتونید به آخر کتاب مراجعه کنید و وکبایی که توی آخر کتاب هست و که یونیت به یونیت نوشته شده بیاید توی اکسل بنویسید و بعد خودتون سرچ کنید، معنیش رو در بیارید، توی جمله یاد بگیرید. بعد از اینکه این کتاب رو خوندید، کتاب وکابولری فور آیلتس ادوانس هستش که میتونید این کتاب رو بخونید و وقتی که این دوتا کتاب رو خوندید به یک اعتماد به نفس خوبی توی وکب میرسید. وقتی که این دوتا رو دارید میخونید میتونید همزمان کتاب گرامر فور آیلتس رو بخونید که این کتاب هم خیلی به شما کمک میکنه که گرامر رو کامل یاد بگیرید. اگر که تمریناشو انجام بدید و درس به درس انجام بدید، من قول میدم بهتون که دیگه مشکل هیچ گرامری نداشته باشید. بعد از اینکه حالا به یک بیس زبان رسیدید برای آیلتس، میتونید شروع کنید به تست زدن. همونجور که قبلا بهتون گفتم، برای اینکه نمره بالا بگیرید شما باید مستقیم برید سراغ تست زدن. این تست ها خیلی به شما کمک میکنه که درس خوندنتون ساختار داشته باشه و وقتی که یکی تست رو میزنید کاملا متوجه میشید که چه چیزهایی رو باید بخونید و توی تست ها چه چیزهایی از شما پرسیده میشه. مثلا تست لیسنینگ که میزنید میفهمید که از 4 تا ساختار تشکیل شده که هر کدومش 10 تا سوال داره و 40 تا سواله و موضوعش رو میفهمید که توی چه رنجی هستش. و بعد همچنین ریدینگ که حالا بسته به اینکه آکادمی که جنرال میخواین امتحان بدید، ریدینگ و رایتینگتون متفاوته، ولی لیسنینگ و اسپیکینگتون یکی هستش برای کسایی که میخوان دو تا امتحان بدن. یعنی یکی از این دو تا امتحان یا بعضیا برای اینکه مثلا دانشگاه اپلای کنن و مهاجرت کنن مجبورن که هر دو تا از این امتحان رو بدن. که این کتاب کمبریج از سری 1 شروع میشه و حالا اون موقع که من امتحان دادم تا کتاب 15 توی بازار بود که الان فکر می‌کنم تا 18-19 باید باشه که من این کتابا رو از یه سایت سفارش دادم و برام اومد و شروع کردم به تست زدن و فهمیدم که به چه صورت هستش. غلط‌هام رو تصحیح کردم و سعی کردم که اشکالاتم رو در بیارم توی این کتاب‌ها. از کتاب 1 تا 10 خب جنرال و آکادمیک همراه هم هستن و از کتاب 10 به بعد این دو سری جدا میشن. یعنی کتاب‌های جنرال جدا، کتاب‌های آکادمیک جدا هستن که پیشنهاد می‌کنم که حتما حواستون باشه که با توجه به اینکه کدوم امتحان رو می‌خواید بدید همون کتابا رو تهیه کنید. بعد از اینکه این تست رو زدید تقریبا به فکر کنم نمره 7.5 رسیدید. اگر که اشکالاتتون رو در آورده باشید چند بار گوش کنید و یا ریدینگاتون یا رایتینگتون رو بدید تصحیح کنن و با توجه به این نمره قابل قبولی میرسید. ولی برای اینکه نمره 8 بگیرید از اینجا به بعد یکم باید تلاش کنید و برای نمره 8 گرفتن یکی دیگه از کتابایی که
حالا من تستاشو زدم. این IELTS پرکتیس تست کلاس 3 بود که خیلی کتاب خوبی هستش که همونجور که حالا میبینید کامل این تستا رو زدم و سعی کردم که آخر کتاب اسکریپت‌ها رو نگاه کنم و اشکالاتم رو در بیارم و چندین بار تست رو بزنم تا بفهمم که مسلط شدم روی تست. و بعد از اینکه کتاب IELTS پرکتیس تست رو زدم، IELTS 5 پرکتیس تست رو زدم و این کتابم کتاب خیلی خوبیه، 5 تا تست توش هستش. اینها نسبت به کمبریج ضعیفتر هستن ولی تکمیل کنندن. برای کسایی که نمره بالا میخوان باید توجهشون، سرعت عملشون، زمانبندیشون رو بالا ببرن و این کتاب رو کمک کنندن. یعنی برای اون 7.5 به 8 یا 8 به 8.5 یکم باید بیشتر تلاش کنید که این کتاب ها تکمیل کننده تلاش اولیه‌تون هستن. بعد از اینکه کتاب رو زدم، کتاب برنز رو زدم که این کتاب های برنز پرکتیس اگزم داره که حالا ادیشن 5ش و ادیشن 3ش رو من تهیه کردم و تک تک اینها رو همونطور که مشاهده میکنید با دقت اینا رو من تستاشو زدم و سعی کردم که برگردم آخر کتاب و جوابا رو بخونم. بعد از اینکه تست رو زدم تصحیح کنم اشکالاتم رو و سعی کنم که حتی اگه خیلی عمل کردم ضعیف دوباره تست رو بزنم، پاک میکردم و دوباره میزدم. بعد از اینکه اینا رو خوندم دوباره برگشتم به سمت کتابای کمبریج که حالا همونجور که قبلا بهتون گفتم این کتابای کمبریج کتابای خیلی استانداردی هستش و وقتی که شما اینو بزنید این باعث میشه که اعتماد به نفستون توی جلسه امتحان خیلی بالا بره. کتابای کمبریج فوق‌العاده، باور کنید فقط هم کتابا رو بزنید به این نمره خیلی قابل قبولی میرسید. و مثلا من به خاطر اینکه نمره خیلی بالا میخواستم 2 بار این تستا رو زدم، پاک کردم کل کتاب و دوباره از نو زدم، گذاشتم یه تایمی ازش بگذره و دوباره از خودم تست گرفتم. ولی خیلی مهمه که اون اشکالاتتون رو روش تاکید کنید، وایسید تصحیح کنید و بفهمید. وقتی که این کار بکنید عملاً اشکالاتون توی سرجلسه امتحان هم تصحیح میشه، یعنی اون جایی که نقطه ضعفتون هست رو میتونید قوی کنید. وقتی اینا رو بخونید عملا برای امتحان IELTS آماده هستید و نگران هیچ چیز نباشید. من بهتون قول میدم که نمره قابل قبولی بیارید و از خودتون خیلی راضی باشید. پیشنهاداتم رو جدی بگیرید، حتما این کار رو به ترتیب همونجور که گفتم انجام بدید. اگر که نظری داشتید حتما بهم توی کامنت بگید و بعد از اینکه اینا رو مطالعه کردید حتما عملکردتون رو برام بنویسید. خیلی ممنونم از اینکه تا آخر ویدیو با من بودید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری براتون در این باره بسازم. خدا نگهدار.